سلام خدمت زبان آموزای گرامی. غزل هدایی هستم، مدرس زبان آلمانی، فعلا سطح آ1. امیدوارم که از این ویدیوها بتونید نهایت استفاده رو ببرید و اینکه راجع به کتابی که تدریس میشه، کتاب منشن، که واقعا کتاب خیلی خوبیه. الان تو همه جای دنیا میتونم بگم جزو یکی از بهترین کتاب‌های آموزش آلمانی برای خارجی زبان. خب ببینید، ما کتاب منشن رو خط به خط شروع میکنیم. کورس بوک رو آربایتس بوک به عهده خودتون هستش و پایان هر درس پیشنهاد میکنم حتما آربایتس بوک رو خودتون داخل خونه حل کنید. و اینکه ما تمام تمرین‌ها رو سعی می‌کنیم که حل کنیم براتون. نکات مهم هر درس رو قبل از اون من براتون جداگونه درس میدم، گرامر یا نکته مهمی رو. و اینکه خواهش می‌کنم فایل‌های صوتی رو، چون اینجا واقعا وقت نمیشه که پلی شه برای شما، خودتون چندین بار پلی می‌کنیم تا تقریبا متوجه بشین همه رو. و بعد از اون من خود متن اون فایل صوتی رو اینجا با هم میایم بررسی میکنیم، لغاتش رو، گرامرش رو و هر نکته مهمی که داره. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ الفبا. Das Alphabet. 26 تا حرف اول الفبای آلمانی از لحاظ ظاهری شبیه انگلیسیه، فقط از لحاظ ظاهری، نه اسمشون مثل اسم الفبای انگلیسیه و نه صدایی که میدن. و 4 تا حرف دیگه هم هست که مختص خود زبان آلمانی. خب اسم این حروف رو الان براتون میگم: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. خب حرف آخر ممکنه یکم سخت باشه، چند بار لطفاً تکرار کنید. ست. و آملاوت، این حروفی که 2 نقطه بالا سرشون هست اوملاوت میگن بهشون. آ اوملاوت، او اوملاوت و او اوملاوت. آ اوملاوت نه، اینا رو پایین میگم که مثالاشو. و حرف آخری که شبیه بتا هست، این حرف اس ست هست. اس ست. خب تا اینجا ما اسم حروف رو بهتون گفتیم که مثلا این اسمش آ اوملاوته، ولی الان با مثال بهتون میگم که هر حرفی چه صدایی داره. حرف آ صدای آ میده مثل اپل، مان. حرف ب صدای ب میده مثل بانان، بلاو. حرف س اکثر جاها ترکیب میشه با حروف که توی حروف ترکیبی بهتون میگم. حرف د صدای د میده مثل دان، دورست. حرف ا صدای ا میده مثل الفانت. حرف اف صدای ف میده مثل فوتو. حرف گ صدای گ میده مثل گوت. حرف ه صدای ه میده مثل هاوس. حرف ای صدای ای میده مثل ایگل. حرف یود صدای ی میده مثل یاکه. حرف کا صدای ک میده مثل کینو. حرف ال صدای ل میده مثل لان. حرف ام صدای م میده مثل موزیک. حرف ان صدای ن میده مثل نت. حرف او صدای او میده مثل افت. حرف پ صدای پ میده مثل پاوزه، پاپا، پلوس. حرف کو صدای ک میده مثل کوال. حرف اق صدای ق میده مثل قادیو، قط. البته تو بخش‌هایی از آلمان این رو همون ر میگن، ولی ترجیح من تلفظ معیار هستش.
و اینکه خب بعضی جاها هم ما ممکن هست که اق رو ر تلفظ بکنیم. حرف اس اگر که اول کلمه بیاد صدای ز میده مثل زاقا، اگر آخر بیاد صدای س میده مثل اس، و اگر وسط بیاد متغیره مثل موزیک که اینجا وسط اومده و صدای ز میده. حرف ت صدای ت میده مثل تاکسی، حرف او صدای او میده مثل بوس، حرف فاو صدای ف میده مثل فول. پس الان هم حرف فاو و هم حرف اس صدای ف میدهند. حرف و صدای و میده مثل واند، حرف اپسیلون صدای او میده مثل توپ، حرف ست صدای س میده مثل سوگ. سیما یا سیمر. اق آخر از کلمه، اقی که آخر کلمه بیان، ترجیح ما این هست که به سمت آ تلفظ بشه مثل سیما، یا بعضی ها هم میگن سیمر. دوتاش درسته. یا سو سو. خب بچه ها آملاوت هر جایی که دیدین، من همیشه به زبان آموزان میگم که دستتون رو بذارین روی آملاوت و به جاش بذارین، مثل ارتین ارتین، ست صدای میده ارتین. و نه ها رو بهتره بگیم که اینجا اصلا تلفظ نمیشه. نه. حرف او اوملاوت اویه که از ته حلق تلفظ میشه. کلن. اوی عادی از ته حلق تلفظ نمیشه، ما میگیم او، ولی اوملاوت از ته حلق مثل کلن. اوملاوت هم اویه که از ته حلق تلفظ میشه مثل müde über. ار آخر رو ما باز هم گفتیم über. و حرف است. بچه ها بعضی از کیبورد ها ممکنه حرف است رو نداشته باشه. ما میتونیم هر جایی که است رو نتونستیم بنویسیم از دوپل اس یا دو تا اس کنار هم استفاده کنیم. مثل هایسن. صداش چیه؟ سه. هایسن که میتونیم اگر جایی نتونستیم از این حرف استفاده کنیم یا کیبوردمون نداشت دوپل اس بذاریم. بچه ها میریم سراغ حروف ترکیبی. حروف ترکیبی یعنی دو تا حرف کنار هم میاد و یک صدای جدید تولید بکنه. میتونم بگم که حروف ترکیبی رو وقتی که یاد گرفتیم میتونیم هر کتابی خواستین به زبان آلمانی باز کنین و از روی متناش بخونین، چون زبان آلمانی دقیقاً همون جوری که نوشته میشه خونده میشه و با این قواعدی که توی این کلیپ آموزش میبینین میتونین هر متنی رو بخونین. پس پیشنهادم اینه که بعد از تماشای این کلیپ حتما برین و این قواعد رو روی هر متنی که دوست داشتین تمرین کنین. حرف آ و او کنار هم صدای آو میده مثل قاو آوس. حرف ا و ای صدای آی میده مثل ماین. پس ا و ای صدای آی میده مثل ماین. داین یا آینس. حروف اس سه ها سه تاشون صدای ش میدن مثل شوله، مثل فیش، مثل بوش. بوش همون برندی هست که برند لوازم خونگیه که هممون باش آشنایی داریم و الان تونستیم بفهمیم که چرا این کلمه بوش خونده میشه، چون اس ها صدای ش میده. خب قاعده بعدی که میتونم بگم یکی از قواعد مهم حساب میشه ترکیب سه و ها هستش. بچه ها ما اگر سه ها رو توی یک کلمه دیدیم حتما میریم به قبل اون کلمه نگاه میکنیم. اگر حروف او، یا آ قبل از سه ها بود، سه ها صدای خ میده.
الان دقت کنید ما اینجا سه ها داریم و الان اینجا آوخ. چرا؟ چون قبل از سه ها آو بود، پس میشه آوخ، این میشه دوخ، بوخ و ناخ. اگر قبل از سه ها هیچ یک از این 4 تا حرف نبود، سه ها صدای ش میده، مثل ایش، دیش و اشت. سه ها این 4 تا با هم صدای چ میده، مثل چوس، چوس و شت. حرف است و ت کنار هم صدای شت میده، مثل شتیفت، شتیفت، شتقاسه، شتقاسه. حرف اسپ صدای شپ میده، شپ، شپانین، شپورت، شپانین و شپورت. و او صدای اوی میده، مثل اویقو یا دویچلاند، دویچلاند. دویچلاند که همون کشور آلمانه و اینجا دقت کردین که این ts ها همونی بود که گفتیم این 4 تا صدای چ میده، پس شد دویچلاند. خب گفتیم که آملات رو هر جا که دیدیم به جاش میتونیم بذاریم، پس این قاعده دقیقا مشابه قاعده بالا و صدای اوی، تقویمه، تقویمه. و حروف ترکیبی بعدی سه ها اس ترکیبشون با هم صدای ایکس میده، مثل زکس، زکس. اس اول صدای ز داد و این شد زکس. خب حرف بعدی ت ای او ان هست که صدای سیون میده، لکسیون، لکسیون. خب بچه ها تمام قواعد رو بهتون گفتم. اسم حروف و صداها هم با هم کار کردیم. ازتون میخوام که خوب این ویدیو رو نگاه بکنین و تا وقتی که مسلط نشدین سراغ ویدیوی بعدی نرین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. سلام خدمت زبان آموزای گرامی، هدایی هستم با دومین ویدیوی آلمانی در خدمتتونم. امیدوارم که ویدیوی قبل رو خیلی خوب یاد گرفته باشین و حسابی تمرین کرده باشین و دیگه مشکلی توی روخونی نداشته باشین. توی این قسمت میخوایم سری بزنیم به ضمایر فاعلی. ضمایر فاعلی میشه نومیناتیو پرونومن. پرونومن میشه ضمیر و نومیناتیو میشه فاعلی. خب اول از روش میخونم و بعد میگم که هر کدومش چه معنی میده. ایش، ایش، دو، دو، اق، اق، اس، اس، زی، زی، ویا، ویا، ایا، ایا، زی، 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 زی. خب حالا شاید براتون سوال شده باشه که چرا ما این رو زیر نمیگیم. بچه ترجیحمون این هست که کلن اقی که آخر قرار میگیره رو به سمت آ بگیم، ویا، نگیم ویر، ویا. خب نگران نباشین از بابت اینکه 3 تا زی داریم. الان براتون توضیح میدم که هر کدومش چیه و چه معنی میده. بچه ایش به معنی من هست. میدونیم که مفرد هست و حاضره، یعنی من وقتی دارم صحبت میکنم هم مفرده و هم حاضره. دو به معنی تو هست، هم مفرد باز و هم حاضره، چون توی صحبت شما با یه تویی که وقتی تو مخاطب قرار میدین روبروتونه، پس هم یه نفره و هم حاضره. حالا RSZ میبینین که زیر 3 تاشون خط کشیدم. RSZ به معنای او هست، اویی که آقاه، اس اویی که خنثاه و زی اویی که خانومه و هر 3 تاشون
مفرد هستن، یعنی آنها نیست، اوه و غایبم هست. پس ار شد او، اویی که یک مرده، و زی اویی که یک خانمه. ویا به معنی ما هست. پس ما وقتی میگیم ما داریم راجع به یه جمعی صحبت میکنیم که جمع و حاضر هست. ایا بچه ایا حالت یک جمعی هست که ما به جای توی فارسی همچین چیزی نداریم. خب ما وقتی که یک جمع دوستانه رو میخوایم مورد خطاب قرار بدیم یه حالت تو فارسی میگیم شما، ولی توی آلمانی میگیم ایا. با یه سری دوستامون مثلا فرض کنیم دو رو ما میخوایم جمع ببندیم، دو یه نفر بود که ما بهش میگفتیم تو، حالا جمع این دوها میشه ایا. پس جمع هست و باز هم حاضره، ولی ایا رو ما به کسانی خطاب میکنیم که باهاشون صمیمی هستیم. زی بچه اگه دقت کنید این دو تا زی با هم فرق دارن. به این میگیم زی اس کلاین. زی بذارین اینجا براتون بنویسم. زی اس کلاین. زی اس کلاین یعنی زی که اسش کوچیکه. کلاین به معنی کوچیک هست توی زبان آلمانی. و زی اس groß یعنی زی که اسش بزرگه. زی اس groß. خب زی اس کلاین به معنی آنها. خب ما چه کسایی رو میگیم آنها؟ خب قطعاً جمع هستن و غایبن. پس زی اس کلاین یک جمع غایب، در واقع جمع ار اس زی ها رو ما میگیم زی اس کلاین و زی اس groß. حدستون چیه؟ اینکه زی اس groß جمعه یا مفرده یا حاضره یا غایبه؟ من اینو تا حالا از هر کسی که پرسیدم اشتباه جواب داده. زی اس groß هم مفرده، هم جمعه، هم حاضره، هم غایبه. خب زی اس groß رو بچه ما برای حالت محترمانه استفاده میکنیم. یعنی میخوایم بگیم شما فرض کنین که شما دارین یک شخص جلوتونه، مفردم هست. خب ایش که نمیتونین بگین، دو هم که میشه تو، ارم که اصلا غایبه، اینم که میشه ما، ایا هم که به مثلا جمع دوست جمع میگفتیم، این یه نفره، و زی که میشه آنها. خب من اگه یه استادی جلوم باشه و بخوام خطابش کنم از کدوم استفاده کنم؟ از زی اس groß استفاده میکنم. همچنین اگه اون استاد غایبم باشه و من بخوام راجبش با کس دیگه ای صحبت کنم بازم از زی اس groß استفاده میکنم. و همچنین اگر که یک جمعی از اساتید باشن فرضاً بازم زی اس groß، و حتی اگر غایب باشن بازم از زی اس groß استفاده میکنیم. پس یادتون باشه زی اس groß هم مفرده، هم جمعه و هم حاضره، هم غایب. بریم سراغ نکته بعدی. بچه‌ها هر نکته بعدی آرتیکل هست. هر اسمی توی زبان آلمانی یک آرتیکلی داره که این رو باید از همین ابتدا حفظ کنیم. وارد کتاب که شدیم متوجه میشین دقیقاً، ولی الان میخوام بهش اشاره‌ای بکنم که قبل از اسما فرض کنید در، میز، تخت، همه اینا اسم حساب میشن. ببینین ماسکولینوم یعنی اسمی که مذکره و نمادش دره، یعنی در نماد اسم مذکره. دی نماد اسمیه که مؤنثه، یعنی اگر یک اسمی آرتیکل دی بگیره یعنی آرتیکل مؤنث رو گرفته یا آرتیکل فمینینوم رو گرفته. بعضی از اسم‌ها آرتیکل داس رو میگیرن که اون آرتیکل داس آرتیکل خونسا یا نویتبوم هست و اسم‌های جمع یا پلوغال باز همونا هم مانند فمینینوم آرتیکل دی میگیرن. البته همه این حالتایی که گفتیم
در حالت فاعلیه، یعنی اون اسمی که دارین راجبش صحبت میکنین اگر که فاعل جمله‌مون باشه یکی از این 4 تا آرتیکل رو حتما اختصاص میده. سوالی که پیش میاد اینه که خب چه قاعده‌ای داره؟ فعلا اگر که جلوتر بریم یه سری قواعدی بهتون میگن که راحت تر بتونین این آرتیکل ها رو یاد بگیرین، ولی واقعا هیچ اساس و پایه خاصی نداره که من بگم بر چه اساسی اومدن گفتن مثلا میز آرتیکل در داره. فقط باید حفظ بکنین و یاد بگیرین که همون اول مثلا تیش که میشه میز نگین میز میشه تیش اینجوری حفظ کنم، میگین میز میشه در تیش، یعنی حتما از همون ابتدا با آرتیکل حفظ کنین. خب بحث بعدی بچه ها بحث صرف فعل هست که من قبل از اینکه بخوایم وارد کتاب بشیم دوست داشتم که این رو اینجا بهتون بگم که اونجا مشکلی زیادی براتون پیش نیاد داخل کتاب. بچه ها ما 2 دسته فعل توی زبان آلمانی داریم، یا با قاعده که regelmäßig میشه یا بی قاعده. خب regelmäßig Verben، regelmäßig Verben میشه افعال و regelmäßig میشه افعال با قاعده. اولین فعلی که میخوام بهتون یاد بدم صرف کنین کومن هست به معنی آمدن. بچه‌ها توی زبان آلمانی توی مانند زبان فارسی که مصدرهای فارسی رو ما آخرش رو نمیذاریم، آمدن، رفتن، خوردن، توی زبان آلمانی هم مصدرهای افعال ان میگیره آخرش. اگر که ان رو حذف بکنیم چیزی که باقی میمونه بن فعل یا فربشتام هست. در اینجا اگر که ان مصدر رو حذف بکنیم کم میمونه، پس فربشتام یا بن فعل میشه کم. اولین حرف ایش یا من هست. بچه ها ما ان رو از آخر مصدر برای صرف فعل حذف میکنیم و یه سری اندونگ یا یه سری پایان آخرش میذاریم. به آخر بن فعلمون یه سری پایانه میذاریم. برای ایش این پایان ا هست. برای تمامی افعال با قاعده به همین صورته. پس ایش کومه، من میایم، دو کومست، دو کومست. پس برای دو یا همون تو اندونگ است هست. است kommt، او میآید. پس اندونگ است ت هست. wir kommen، ما میآییم. خب پس دقت کنین که ویا مثل خود مصدر اندونگ ان میگیره و ایا که شمای دوستانه بود اندونگ ت میگیره. sie und sie ist klein و sie ist groß جفتشون میشه kommen مثل ویا و مثل مصدر فعل. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا برای تمامی افعال دقیقاً همینطوره؟ بله. برای تمامی افعال با قاعده حفظ کنید که ایش اندونگش دو اندونگش است، ارسی اندونگش چی بود؟ ت، ویا ان، ایا ت، زی اون زی اون همون معنی و میده. زی و زی اون زی ان. خب یه فعل دیگه صرف میکنیم بچه ها. فعل بعدی هایسن، ای صدای آی میده پس اینجا میشه هایسن. خب ان که نشونه مصدری بود اگه حذف بشه بن فعلمون یا فربشتام هایس میشه. ایش هایسه، دو هایست، سی هایست، wir heißen، ihr heißt، sie und sie heißen. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که دو مگه است نبود اینجا؟ پس چرا اینجا فقط یه ت گرفت؟ بچه ها دوپل است گفتیم به
به جا است گفتیم به جاش میتونیم دوپل اس بذاریم. حالا پس افعالی که فربشتام یا بن فعلشون به اس خالی یا است یا همون دوپل اس ختم بشه دیگه لازم نیست یه اس اضافه اینجا بذاریم، چون خود است دوپل اسه و دیگه ما لازم نیست یه اس اضافه اینجا بذاریم. برای همین الان توی این فعل صرف دو، صرف ارستی مثل هم شد، مثل همون صرف فعل ایا. این سه تا صرفشون مثل هم شد. یه فعل دیگه فعل arbeiten هست، به معنی کار کردن. فربشتام arbeit هست. Ich arbeite، du arbeitest، sie arbeitet، wir arbeiten، ihr arbeitet، sie und sie arbeiten. خب نکته که این فعل داره اینه که چرا اینجا است گرفت، چرا اینجا ات گرفت؟ بچه‌ها فربشتام هایی که به ت یا د ختم بشن برای راحتی تلفظ، چون ببینید دو آربایتست تلفظش راحت تر از دو آربایتست، قبول داریم؟ برای همین ما توی وقتی که بن فعلمون به ت یا د ختم بشه یه ا به صرف فعل دوم شخص و سوم شخصمون، دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد اضافه میکنیم. این هم از این. بچه‌ها یه سری مثال براتون میزنم که خودتون حتما توی خونه این افعال با قاعده رو سعی کنید طبق همین روشی که گفتم و این نکات صرفشون کنید. برینگن به معنای آوردن، دانکن سپاسگزاری کردن، تشکر کردن، فراگن سوال پرسیدن، کاوفن خرید کردن، خریدن، لیبن عاشق بودن، دوست داشتن، قایزن سفر کردن، زاگن گفتن، شویمن شنا کردن، زینگن خوندن آواز خوندن، شپیلن بازی کردن، وارتن صبر کردن، وونن زندگی کردن، دنکن فکر کردن. بچه‌ها لازم نیست که الان این فعل ها رو معنی هاشو حتما بدونین، من گفتم که بدونین ولی اینها داخل درس مرور میشه، فقط میخوام که صرف فعل رو از این مثال یاد بگیریم نه چیز دیگه ای. و میریم سراغ اون regelmäßige Verben، افعال بیقاعده. بچه‌ها افعال بیقاعده دو دسته‌اند، یا کلاً بیقاعده‌اند یا یه کوچولو بیقاعده‌اند. مثل فعل لزن. بچه‌ها فعل لزن به معنی خواندنه. اگه ما اینو حذف کنیم فربشتام لز میشه. Ich lese، du liest. دقت کنید دیگه اینجا حرف دوم تغییر کرده، برای همین این فعل میشه بیقاعده. پس ich lese، du liest، sie liest، wir lesen، ihr lest، sie und sie lesen. پس توی دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد ما یه تغییراتی دیدیم. فعل بعدی فعل helfen هست یا همون کمک کردن. Ich helfe، du hilfst، sie hilft، wir helfen، ihr helft، sie und sie helfen. این هم مثل فعل بالا توی دوم شخص مفرد و سوم شخص مفردش یه تغییر دیگه ای ایجاد شد. ولی بچه‌ها فعل بعدی که خیلی مهمه و اون هم جزو افعال بیقاعده محسوب میشه فعل زاینه. این فعل خیلی خیلی مهمه. فعل زاین میشه فعل بودن. Ich bin، ich bin، du bist، du bist، sie ist، sie ist، wir sind، wir sind، ihr seid، ihr
seid و sind. بچه این فعل رو باید حفظ باشین تمام صرفاشو و خیلی روی این کار کنید. فوق‌العاده فعل مهمی هست و همونطوری که دیدیم کلا هیچ قاعده‌ای نداشت. اینجور افعال رو خب باید حفظ بکنیم، ولی خب فعلای کمی مثل زاین هستن که هر کدومش یه سازی بزنه و اینا. اکثر فعلا بی قاعده بودنشون این شکلیه. بعد از اینکه این ویدیو رو خوب تمرکز کردین و خوب یاد گرفتین، بیاین تا کتاب منشن رو با هم شروع بکنیم. تا ویدیوی دیگر بدرود. شروع می‌کنیم کتاب منشن رو. جلد کتاب این شکلی هست. منشن A1 و لطفاً اگر که امکانش هست این کتاب رو تهیه بکنید و اگر که داشته باشین خیلی راحت تر میتونید استفاده بکنید تا PDFش. خب Lektion 1 درس اول. Hallo, ich bin Nicole. Hallo توی زبان آلمانی سلام میشه Hallo. Ich bin Nicole. من هستم نیکل. صرف فعل زاین رو در آخر ویدیو قبلی با هم انجام دادیم و گفتم که ich bin میشه من هستم. من هستم نیکل. در واقع اینجا داره اسم خودش رو میگه، یه جورایی خودش رو معرفی میکنه. یک فعل دیگه ای هم قبلا با هم صرف کردیم که فعل هایسن. یک مدل دیگه ای هست برای معرفی کردن. در واقع میتونست بگه ایش هایسه نیکل. این دو تا با هم چه فرقی داره؟ فرق زیاد خاصی نداره، ولی میتونم بگم هایسن یک فعلی هست که یک مقدار صمیمیتش نسبت به فعل زاین بیشتر هست. یعنی شما وقتی میخواین حد و مرزی با یک نفر رعایت کنید با ایش بین خودتون رو معرفی میکنید، ولی اگر دوست دارین باهاش صمیمی بشین از ایش هایسه استفاده میکنید. خب بچه یه نکته‌ای که خیلی توی زبان آلمانی مهمه و از همین ابتدا دوست دارم که بهتون بگم. بچه این جمله یه آوسزاگه هست، یک جمله خبری هست. ایش بین نیکل. مهمترین قاعده‌ای که توی جملات آلمانی وجود داره فعل هست. بچه فعل توی جملات آلمانی موقعیت دوم قرار میگیره. فعل همیشه موقعیت دو قرار میگیره، بقیه اصلا مهم نیست. فقط اینو بدونی که فعل موقعیت دو قرار میگیره. الان فعل این جمله در موقعیت دوم قرار گرفته. ایش موقعیت اوله و بین موقعیت دوم. خب حالا اگر میخواستیم ما این رو به صورت یا ناین فراگه، بله یا نه، سوال بله یا نه مطرح میکردیم، آیا من نیکلم، اینو چجوری میگفتیم؟ فعل رو میوبردیم اول و جای فعل و فاعل رو میایم با هم عوض میکنیم. بینیش نیکل، آیا من نیکلم؟ حالا از یه نفر دیگه میخوایم بپرسیم، مثلا بیستو نیکل، دو بیست تو هستی نیکل. حالا میخوایم ازش بپرسیم آیا تو هستی نیکل؟ بیستو نیکل، که جوابش یا به معنی بله و یا ناین به معنی نخه. بزن اینجا بنویسم یا و ناین به معنی آره یا نه. شروع میکنیم تمرین اول رو. Hören Sie, wie heißt das Lied? Hören Sie بچه یعنی گوش بدید. شما میگه گوش کنید. چه نامیده میشود آن ترانه. اول نکته که اینجا هست بچه تمامی فعل هایی که توی تمرین به کار رفته با زی اسکقوس هست. صرف زی اسکقوس هست. چرا؟ چون داره محترمانه ازتون میگه که گوش بدین و شما رو داره محترمانه خطاب میکنه.
بر همین اندون زیر قوسم ان. حالا میگه که بچه هایسن که نامیده شدنه با وی میاد. وی به تنهایی معنی چطور یا چه حالت داره، ولی وی هایسن یعنی چه نامیده می شود. داس لید. داس لید بچه ها میشه آن ترانه. لید به معنی آهنگ یا ترانه هست و آرتیکلش همونطور که میبینید نویت قوم هستش که با داس اومد. حالا یه نکته‌ای که دوست دارم بهتون بگم بچه ها، اگر که یادتون باشه یه بکی بزنیم روی ضمایر. ضمیر بچه چیزیه که جایگزین اسم میشه. اگر که ما به جای این das Lied بخوایم یه دونه ضمیر بذاریم، با توجه به اینکه آن ترانه یا اره یا اسه یا زیه، ولی چون آرتیکلش نویت قومه یا خنثیه، پس قطعاً به جاش اسم میتونستیم بذاریم. Wie heißt es? Wie heißt das Lied? اگر که آرتیکلمون در بود، یعنی اون کلمه ماسکولینوم بود و ما میخواستیم به جاش یه ضمیر بذاریم، ضمیر ارو انتخاب میکردیم که برای اوی مذکره، و اگر دی بود، دی فمینینوم بود، ما به جاش میتونستیم ضمیر زی رو قرار بدیم. این نکات باز هم مرور میشن. میگه که welche deutschen Namen kennen Sie noch؟ میگه که ولش خودش به تنهایی اون هم یک و فقاگه هست. ما به اینها میگیم به وی، به ولشه یا چیزهای دیگه‌ای که بعد یاد میگیریم و فقاگه. سوال هایی که با و آغاز میشن، سوال ها یا ناین فقاگه هستن که جوابش یه مثالی که اینجا زدیم جای فعل و فاعل عوض میشدن، و یا و فقاگه هستن. ولشه میشه کدام یک؟ میگه که چه نامه، در نامه یعنی اسم، چه اسامی آلمانی کنن میشناسید شما هنوز. بچه کنن یک فعل با قاعده هست، خودتون لطفاً صرفش بکنید و تمرین بکنید. این تمریناتی که جلوشی مثلث آبی رنگ دارن، اینا یعنی یک فایل صوتی دارن که اولیش واقعا مهم نیست، میتونی گوش بدین، یه حالت ترانه داره. Aufgabe 2 تمرین 2 und به معنی و هست. wer bist du؟ یک و فقاگه دیگه یاد گرفتیم اینجا. wer یعنی چه کسی. bist هستی تو، یا اسمت چیه؟ wer bist du؟ پس میتونیم بگیم wie heißt du. پس دوتا از به دو طریق ما میتونیم اسم یک شخص یا یک چیزی رو بپرسیم. یا وی به اضافه صرف فعل درست هایسن، یا ور به اضافه صرف فعل درست زاین. الان میبینیم که خب فاعل این جمله بچه دو هست دیگه و صرف فعل مناسب این فاعل بیست میشه. ور بیست دو. دقت کنید که توی همه اینها فعل موقعیت دوم خودش رو حفظ کرده. hören Sie und kreuzen Sie an. گوش کنید و ankreuzen یعنی از میان چیزی برگزیدن، مشخص کنید، تیک بزنید. لطفاً این هوگن رو چند دور، یک دور، دو دور، تا جایی که کامل متوجه بشید گوش بدید و پس از اون همراه من باشین تا متنش رو بخوایم با هم بررسی بکنیم. Aufgabe 2a میگه که Hallo Paco. میگه Hallo ich heiße Paco und wer bist du؟ Hallo سلام، من نام دارم پاکو و چه کسی هستی شما، یا اسم شما چیه؟ دقت میکنید که ایش هایسه پاکو، هایسه توی موقعیت دوم قرار گرفته. نیکول میگه ایش هایسه نیکول. پس تا الان یاد گرفتیم که هایسه میشه نامیده شدن. خب اگر بخوایم جواب این تمرین رو بدیم، آقاه گفت ایش هایسه پاکو، خانم هم گفت ایش بین نیکول.
این قسمت آی تمرین ب بود. میریم قسمت ب. میگه کتنشپیل. کتنشپیل یعنی بازی زنجیره‌ای. اشپقشنزی. اشپقشنزی یعنی اینکه صحبت بکنیم. Hallo, ich bin und wer bist du? Hallo, ich heiße. یه حالت زنجیره‌ای، یه گروهی هیئت هم میپرسن اسمشون رو میگن و از بعدی این سوال رو میپرسن که اسم شما چیه. که خب ما این امکان رو نداریم که انجام بدیم این رو. بچه اشپقشن رو لطفا خودتون صرف بکنین، خیلی راحته. یه اون قگل مسیشه مثل لزن و هلفن. سعی کنین که فعل هایی که بهش میرسیم رو یک دور صرفش رو برای خودتون انجام بدین که توی ذهنتون بمونه. با تمرین 3 کاری نداریم. میریم صفحه بعد. بچه بالای صفحه هالو، گوتن تاگ، گوتن مورگن، گوتن آبند. نحوه های مختلف سلام کردن رو میبینیم که هالو سلام، گوتن تاگ روز بخیر، گوتن مورگن صبح بخیر، گوتن آبند عصر بخیر هست. تمرین 3 Ich komme aus Mexiko. بچه فعل kommen aus با هم به معنی اهل جایی بودن، از جایی اومدن. این فعل 2 تیکه‌ای هست. خب ولی توی اینجور فعل ها ما یه تیکش رو بیشتر صرف نمی کنیم. اون تیکه‌ای که قابل صرف شدن هست. Ich komme aus Mexiko. Wer sagt was? Wer میشد چه کسی. sagen میشه گفتن. کی میگه چی. کی میگه. hören Sie das Gespräch weiter und ordnen Sie zu. میگه که اون گفتگو das Gespräch به معنی گفتگو هست. اون گفتگو رو در ادامه گوش بدین و ordnen Sie zu و مرتب بکنید. پاکو و نیکول. این یک هوگن هستش که گوش بدین و اینجا ما با هم متنش رو بررسی میکنیم. نیکول میگه که woher kommst du Paco aus Spanien? woher kommst du؟ بچه پس ما وقتی هم از یه نفر بپرسیم اهل کجایی، اول woher رو میاریم و بعد صرف فعل درسته کومن. یعنی اگه ما بخوایم مثلا بگیم که ایا که میشه جمع یک سری جمع دوست حاضر. میخوایم بپرسیم یه چند نفر از دوستامون جلومون میخوایم بپرسیم شما اهل کجایین؟ بچه ها شما اهل کجایین؟ میگیم woher kommt ihr؟ یا مثلا woher kommt er؟ woher kommt sie؟ و به صورتهای مختلف کومن رو میتونیم اینجا صرف بکنیم و سوال رو مطرح بکنیم. پس نیکول میاد از پاکو میپرسه که woher kommst du Paco aus Spanien؟ aus به معنی از هست. میگه که از اسپانیا اومدیم. nein ich komme aus Mexico. نه من از مکزیک اومدم. aus Mexico. wow. und woher kommst du؟ nein, Moment, du kommst aus Deutschland. میگه که از مکزیک. واو. پاکو میپرسه که و تو از کجا اومدی؟ und woher kommst du؟ nein میشه نه. moment میشه لحظه. نه یه لحظه صبر کن. du kommst تو اومدی. فربو ببینیم بچه ها موقعیت 2 اومده. du kommst aus Deutschland. تو از آلمان اومدیم. میگه نه. میگه که aus der Schweiz از سوئیس اومدی. nein ich komme aus Österreich. نه من از اتریش اومدم. aus Österreich. بام. خب خیلی راحت بود. امیدوارم که متوجه شده باشین همه رو. حالا مرتب میکنیم. خب پاکو چه سوالاتی رو پرسید؟ nein ich komme aus Mexiko رو پاول پرسید.
Du kommst aus Deutschland هم باز هم پاکو پرسید. aus der Schweiz هم پاکو پرسید. نیکول گفت ich komme aus Österreich و همون اول هم نیکول باز پرسید woher kommst du aus Spanien. بریم سراغ قسمت ب. ergänzen Sie und vergleichen Sie mit A. میگه که ergänzen Sie کامل کنید و vergleichen Sie مقایسه کنید با A. بچه‌ها این قسمت رو خودتون فکر کنید. دو اندونگی که بونه فرب میگرفت برای دو چی بود؟ استه بود. woher kommst du و ایش اندونگش ا بود. ایش komme aus Mexiko. خب نکته دیگه ای که این تمرین داره بچه‌ها، کشورها، بعضی از کشورها آرتیکل ها، یه سری آرتیکل قبلشون میاد و بعضی از کشورها آرتیکل ندارن. مثلا دویچلاند هیچ آرتیکلی قبلش نمیاد، همینجوری میگین ich komme aus Deutschland. یا اسپانیه همچنین همه شهرها آرتیکل ندارن، ولی بعضی کشورها آرتیکل دارن، یعنی لازمه قبل از aus قبل از خود اسم کشور یک آرتیکلی بیاریم و اینها رو علتش رو بعد میفهمیم. فعلا فقط حفظ میکنیم. شوایت، سوئیس آرتیکلش دره، ترکیه آرتیکلش دره و ایران آرتیکلش دمه. لطفاً این رو الان فقط قبول بکنید. میریم سراغ تمرین بعدی که گفته woher kommt die Musik. بچه‌ها اگر من بخوام به جای دی موزیک یه دونه ضمیر بذارم جاش چی میذارم؟ آفرین، زی میذارم، چون دی فمینینومه و آرتیکل و ضمیر مناسب فمینینوم زی هست. hören Sie میگه که اون موزیک از کجا آمده. hören Sie گوش بدین und ordnen Sie zu ordnen یعنی مرتب کردن. میگه گوش بدین و مرتب کنید. land به معنی کشور هست. یه سری لاند میبینیم اینجا: ایران، استرایش، اسپانیا، فرانکریک، ترکیه و یه سری موزیک که خب این حقن رو گوش بدید و حدس بزنید که هر موزیکی از کدوم کشوره. بریم سراغ تمرین بعد. Wer sagt was؟ کی چی میگه؟ hören Sie das Gespräch weiter und kreuzen Sie an. گوش بدین در ادامه اون در ادامه میده. گوش بدید گفتگو رو در ادامه و kreuzen Sie an و مشخص کنید یا تیک بزنید. حقن هست که بچه‌ها گوش میدین و بعدش باید تشخیص بدین که هر کدوم از جملات رو نیکول، پاکو یا فراو واختا گفته. بریم سراغ بررسی. اول بذارین یه دور از جملاتش بخونیم. Wie geht's؟ بچه‌ها توی زبان آلمانی ما وقتی که میخوایم بپرسیم حالت چطوره از wie geht's استفاده میکنیم و wie geht's یه حالت کلی داره، یعنی شما هم به اشخاصی که باهاشون راحتین و دوستانه هستین، صمیمی هستین میتونین رو بگین و هم به کسایی که در واقع محترمانه خطابشون میکنین. پس wie geht's میشه حال شما چطوره؟ gut، danke، خوبم، good، خوبم، merci، danke میشه merci. und wie geht's Ihnen؟ wie geht's Ihnen رو برای کسایی استفاده میکنیم که محترمانه خطابشون میکنیم، ولی wie geht's مخففه. wie geht's Ihnen یا wie geht's dir هست. کسایی که ما کسانی رو که دوستیم باهاشون میگیم که wie geht's dir و کسانی رو که محترمانه خطابشون میکنیم یا براشون ضمیر زی اسکیبوس در واقع استفاده میکنیم، وقتی که میخوایم حالشون رو بپرسیم میگیم wie geht's Ihnen. کسایی رو که باشون رفیقه میگیم wie geht's dir. ولی wie geht's به تنهایی
مخفف هر دوی اینها هست. یعنی ما هم کسانی که باهاشون رفیقیم، هم کسانی رو که محترمانه خطاب میکنیم میتونیم با ویگت بپرسیم که حالشون چطوره. auch gut، auch معنی همچنین خوبه. das ist پاکو. بچه ها وقتی یک شخص سومی رو میخواین اسمش رو به یه نفر دیگه بگین با das میتونین معرفیش کنین. das ist پاکو، این پاکو هستش. guten Tag، سلام، روز بخیر، ببخشید، روز بخیر Frau Wachter، روز بخیر خانم واختا. woher kommen Sie، شما از کجا اومدین، شما اهل کجایین. اون آقاه kommt aus Mexiko، اون آقاه اهل مکزیک، از مکزیک اومده. auf Wiedersehen، auf Wiedersehen. بچه auf Wiedersehen خداحافظی توی زبان آلمانی auf Wiedersehen هست. تکرار کنین auf Wiedersehen، auf Wiedersehen. Herr Rodriguez، آقای رودریگز. بچه ها آقای فلانی رو با حق به کار میبریم و اگه بخوام بگیم خانم مثلا فلانی با فقاو، مثلا فقاو واختا، دقیقا مثالش هم همینجا هست، فقاو واختا. خب حقن رو لطفاً گوش بدین چند بار و بیاین متن رو با هم بررسی بکنیم. اینهاش. فقاو واختا میگه یا هالو، یا هالو، یه حالت همون هالوه، زیاد سلامه، فرقی نداره. هالو فقاو واختا ویگت. نیکول میگه که هالو، سلام خانم واختا، حال شما چطوره؟ فقاو واختا میگه گوت دانکه، خوبم مرسی. اوند ویگت اینن، و حال شما چطوره؟ با اینن به کار برده، یعنی خیلی حالت رسمی دارن با هم صحبت میکنن. آخ گوت، خوبم، همچنین خوبم. اخیا، das ist پاکو. اخیا یعنی همینطور. توی زبان آلمانی آواها خیلی زیاد هستن و ما توی زبان فارسی متاسفانه این آواها رو نداریم و ترجمه کردنش یکم به نظرم سخته. آخیا، خب، یه همچین حالتی معنی میده. خب ایشون پاکو هستش. اون دستیست فقاو واختا، به پاکو هم داره خانم واختا رو معرفی میکنه و ایشون هم خانم واختا هستن. پاکو میگه گوتن تاگ فقاو واختا. فقاو واختا میگه که گوتن تاگ حق، فامیلشون نمیدونم، حق. پاکو میگه رودریگز، فامیلم رودریگزه. فقاو واختا میگه رودریگز woher kommen Sie، رودریگز شما از کجا اومدین؟ از اسپانیه، به فامیلش میخورد که اهل اسپانیا باشه. Nein ich، تا میاد حرفشو بزنه نیکول میگه kommt aus Mexiko، اون اومده از مکزیک. فقاو واختا میگه aus Mexiko، آهان از مکزیک. پاکو میگه یا بله. تیا آزادان auf Wiedersehen. تیا یه آوایی هست که نه مثبت نه منفیه، همون خب معنی میده. آزادان تا بعد، یه جور خدافزی هستش. تا بعد. auf Wiedersehen، خدا نگهدار خانم رودریگز. auf Wiedersehen Frau Wachter. tschüss. بچه tschüss هم خدافزی هستش. پس دو تا خدافزی یاد گرفتیم تا الان، یه auf Wiedersehen و یه tschüss. بریم سراغ اینکه این تمرین رو حل بکن. خب ویگت رو که نیکول گفته، گوت دانکه رو فقاو واختا گفت، اون ویگت اینن رو باز هم فقاو واختا گفت. آخ گوت رو نیکول گفت، das ist پاکو رو نیکول گفت. گوتن تاگ فقاو واختا رو پاکو گفت. woher kommen Sie رو فقاو واختا گفت. kommt aus Mexiko رو نیکول گفت و auf Wiedersehen Herr Rodriguez رو باز هم فقاو واختا گفت.
زبان آموزای گرامی، خیلی خوش برگشتیم به 4مین ویدیوی آلمانی به آن. بچه‌ها درس 1 رو توی ویدیوی قبلی تقریبا تا نصف رسوندیم. ادامه میدیم درس 1 رو. لکسیکون یا همون جدولی که بالای صفحه هست. گوتن ناخت، تشوس، auf Wiedersehen. گوتن ناخت بچه شب بخیر میشه که قبل از خواب استفاده میکنه. دقیقا موقعی که میخوان بخوابن گوتن ناخت. و تشوس و auf Wiedersehen هر دو برای خداحافظی استفاده میشه. بریم سراغ Aufgabe 6 تمرین 6. Woher kommst du؟ تو اهل کجایی؟ Was sagt Frau Wachter? Ergänzen Sie. Frau Wachter چی میگه؟ کامل کنید. نیکول Woher kommst du Paco? از اسپانیا. تو اهل کجایی؟ پاکو اهل اسپانیا. Frau Wachter میگه رودریگز Woher ازش از پاکو به صورت محترمانه پرسید. گفت Woher kommen Sie؟ پس اینجا میشه Woher kommen Sie. خب بچه ما صرف فعلا رو خیلی وقت پیشا کار کردیم و مطمئنم که الان همتون کامل بلدیم که دو استه میگیره، ولی خب هایستن گفتیم چون استت دوپل استه دیگه این اس اضافی رو نمیگیره، پس میشه دو کمست، دو هایست و زی اسکفوس، زی کامن، زی هایستن. بچه ها وقتی که از یک نفری به صورت محترمانه ازش پرسیده میشه که اسمش چیه، بهتره که فامیل جواب بده. یعنی مثلا وقتی پرسیده میشه که Wer sind Sie؟ یکی از حالتهای سوال پرسیدن گفتیم که Wer بود با Wer میپرسیدیم که برای صرف زیستقاس میشه Wer sind Sie؟ که در جواب بگیم که Ich bin Herr خدایی مثلا. پس بهتره که اگر که با زی اسکفوس سوال پرسیده بشه شما بگین که من خانم هق فراو یا آقای هق فلانی هستم. ولی اگه با دو طرف پرسید یعنی مثل صمیمی بود راحت فورنامتون رو بگین. فورنامه یعنی اسم کوچیک، فامیلین نامه یا ناخنامه، فامیلین نامه یا ناخنامه یعنی فامیل. خب بریم سراغ قسمت ب. Gespräche üben. Du oder sie arbeiten zu viert auf Seite 73. خب اعدادو توی درس بعد میخونیم. بچه‌ها این چون که zu viert گفته که کار کنیم 4 نفر صفحه 72 رو این تمرین رو کاری باش نداری فعلا. Gespräche üben یعنی تمرین گفتگو. دو oder sie باید تشخیص بدیم که از دو استفاده کنیم یا زی. بریم قسمت بعدی. Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie. میگه که دوباره گوش بدیم و کامل کنیم. توی هوگن اگر که یادتون باشه گفتیم که یک نفر سومی رو که میخوایم معرفی بکنیم با das ist هم میتونیم معرفی بکنیم. Das ist Paco und اینجا Das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. بهتره که البته چون تمامی اسامی در زبان آلمانی با حرف بزرگ نوشته میشن و تاگ هم به معنی روز هست همه جا اولش رو با حرف بزرگ نویسیم. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag ببخشید. Guten Tag, Herr Rodriguez. خب اینجا هم نیکول گفتش که Er kommt aus Mexiko. Aus Mexiko. Ja. خیلی خوب. این قسمت گفته که er یا زی رو kommt میاریم
و صفحه فعل زاینش هم ایست هست که این کار شده. قسمت د bekannte Persönlichkeiten. Persönlichkeit به معنی شخصیته. bekannt هم میشه مشهور. شخصیت های مشهور. Wer ist das؟ اون چه کسیه؟ Das ist اون هست. Arbeiten Sie auf Seite 75. کار کنید صفحه 75 رو. Ihre Partnerin پارتنر خانمتون یا Ihr Partner پارتنر آقا arbeitet کار کنه auf Seite 77. پس میگه که بچه این بازی حالت 2 نفر است. یه نفر بر صفحه 75 باشه و یه نفر صفحه 77. بعد از هم سوال پرسیده بشه که به نظرتون اسم این شخصیت چیه، کجا زندگی میکنه و خودتون یه نگاه بهش بندازین. اینجا کاری باهاش نداریم. یه سراغ تمرین هم. Was sagen die Personen؟ چی میگن آدم ها؟ Personen آدم ها با دی پلوراله و hören Sie noch einmal und ordnen Sie zu. گوش بدین یه بار دیگه و مرتب کنید. خب حقنش رو گوش بدین لطفاً تا متن حقن رو با هم کار بکنیم. خب Aufgabe 7. Frau Wachter میگه که یا هالو میگه هالو Frau Wachter wie geht's؟ سلام خانم واختر حالتون چطوره؟ Gut danke und wie geht's Ihnen؟ خوبم مرسی و شما چطوری؟ نیکول میگه auch gut همچنین خوبم. پس نیکول wie geht's رو میگه و auch gut رو میگه. Frau Wachter gut danke رو میگه و wie geht es Ihnen رو میگه. بچه‌ها پس در جواب wie geht's اگه یکی از ما بپرسه wie geht's چه جواب بهش میدیم؟ در جواب wie geht's میتونیم بگیم gut خوبم یا بگیم sehr gut خیلی خوبم danke متشکرم و میتونیم بعدش بپرسیم و wie geht's dir oder یعنی یا wie geht's dir یا wie geht's Ihnen و حال شما چطوره؟ خب در جواب wie geht's dir میتونست بگه sehr gut danke auch gut es geht یعنی میگذره بد نیست میگذره و nicht so gut یعنی اصلا خوب نیست. پس چیزی که قبلا هم توی ویدیوی قبلا بهتون گفتم اگر که با طرف صمیمی باشین هم میتونین بگین wie geht's dir و هم مخفف این wie geht's و اگر که محترمانه خطابش میکنین ازش میتونین wie geht's بپرسین یا wie geht es Ihnen. تمرین 8 Gespräche üben nach dem Befinden fragen. Arbeiten Sie auf Seite 73. کاری به این تمرین نداریم. به تمرین 9 Das Alphabet. Hören Sie und sprechen Sie nach. میگه که گوش بدین و پس از اون تکرار بکنید. بچه‌ها الفبا رو کار کردیم اولین جلسه ولی خوبه که یک بار دیگه این رو گوش بدین. قسمت ب دیکتیرن Sie Ihren Namen. دیکته کنین یا بنویسین اسمهاتون رو. Mein Name ist Valerie Wolf. اسم من هست Valerie Wolf. Wie bitte؟ بچه تو زبان آلمانی هر جایی که یک کلمه ای رو نفهمیدین میگین wie bitte ببخشید یه بار دیگه بگین چی شد با من بودی معنی ها رو میده. Ich buchstabiere بچه ها مصدر فعلش چی بوده؟ buchstabieren یعنی هجی کردن. میگه که هجی میشه یا من هجی میکنم V-A-L بدین صورت. بچه ها بیت گوسونگ داریم و یه آبشید سلام و خداحافظی.
لکسیکون همون جدول بالای صفحه کتاب رو نگاه بکنین و بگین هر کدوم توی بیگوسون هر واژه توی سلام به کار میره یا گوتن ناخت. خب بچه ها هالو، گوتن تاگ، گوتن مورگن و گوتن آبن همه اینو میتونن برای سلام یا اول صحبت به کار برن و چوز، گوتن ناخت و آفیدازن به عنوان خداحافظی، نقششون خداحافظیه. بریم Aufgabe 10. Hallo oder Tschüss. Hören Sie die Wendungen aus dem Bildlexikon und ordnen Sie zu. دقیقا هم بildlexikon رو میگه گوش بدین و مرتب بکنین که باید مرتب بکنین که دسته بیگروسون بذارین یا آبشید بذارین. و تمرین 11 verabschieden Sie sich am Ende der Stunde. am Ende der Stunde یعنی در پایان ساعت. verabschieden Sie sich یعنی خداحافظی بکنین در پایان ساعت. بچه آخر هر درس گراماتیک و تمام اون نکات مهم رو به صورت جمع‌بندی آورده که همه اینها تدریس شده و خیلی خوبه که پایان هر درس این بخش رو خودتون مطالعه بکنید. تا درس بعد خدا نگهدار.